مکانهای ترسناک ایران همیشه جایی برای سؤال کاوشگران و مسافران بودن. ایران کشوری با تاریخ و فرهنگ پر افتخاره، اما در کنار زیبایی‌ها و تمدن‌های باستانی برخی مکانهای ترسناک در ایران نیز وجود داره. این مکانها به دلیل روایت‌هایی از رویدادهای ترسناک و همچنین شایعاتی که درباره اونها وجود داره، جذابیت خاصی برای علاقه‌مندان به تجربه‌های ترسناک دارند. در ادامه ما به 5 تا از مکانهای ترسناک میپردازیم و اگه شما هم به این مکانها علاقه‌مندین، در این سفر هیجان انگیز و البته ترسناک با ما همراه باشید. اگه شما هم جاذبه دیگری میشناسین که شما رو به وحشت انداختن، در بخش نظرات به بقیه معرفی کنید. اما قبل اون لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای حمایت دکمه لایک رو بکوبید. توی این ویدیو شما رو با ترسناکترین، اسرارآمیزترین و مرموزترین مکانهای ناشناخته ایران آشنا میکنم. همراه ما باشید. بریم سراغ اولین مکان ترسناک که اسمش هم رعب‌انگیزه. شماره 1 بوینیوقون یعنی قلعه آدمخوار. در 11 کیلومتری شهر نیر در کنار روستای کور عباسلو در استان اردبیل قلعه اسرارآمیزی به نام بوینیوقون قرار داره که گویی گردن کلفت منطقه بوده و آدم‌هایی که به اونجا وارد می‌شدن رو می‌خورده. در زبان آذری بوینیوقون به معنای گردن کلفته. محلی‌ها بر این باورن که قرن‌ها پیش مردمانی که به روستای کور عباسلو در استان اردبیل می‌رفتن پس از بازدید از قلعه باستانی بوینیوقون به صورت کاملاً مرموز و اسرارگونه‌ای ناپدید می‌شدند. قلعه بوینیوقون روی قطعات عظیم سنگ واقع شده تا جایی که استحکام این دژ موجب شده مردمان که در قرن‌های قبل در این منطقه میزیستند باور خرافی مبنی بر گم شدن گردشگران و افراد کنجکاو مراجعه کننده به قلعه داشته باشند. شماره 2 قلعه جنی کیش. در جزیره کیش قلعه‌ای کوچک و متروکه در نزدیکی کشتی یونانی قرار داره که افسانه‌هایی رو در دل خودش حبس کرده. شاید هنگام سفر به جزیره کیش حتی نام اون رو هم نشنیده باشین. این مکان به قلعه جنی کیش معروفه. بازدید از این قلعه در شب واقعاً رعب و وحشت ایجاد میکنه. هیچ کس از مردم محلی حاضر نیست در این بازدید شما را همراهی کنه. اونا معتقدن این قلعه توسط جنها تسخیر شده. وقتی به غروب خورشید نزدیک میشیم و آسمان رو تاریکی فرا میگیره، قلعه جنی کیش به محل وهم‌انگیز و وحشت‌آوری تبدیل میشه. اواسط دهه 40 بود که گزارش‌های مکرری در رابطه با مشاهده جن در این پاسگاه ارائه شد و پرسنل اون مجبور به تخلیه پاسگاه شدن و تا به حال هم به همین صورت رها و به قلعه جنی کیش معروف شده. پرسنل پاسگاه بر این باور بودن که اجنه قلعه رو تسخیر کردن و اونها رو در تصرف خود دارن. به خصوص در شب که صدای خشخش و همهمه از داخل و اطراف قلعه شنیده میشد، این حرفها رو تصدیق میکرد. یکی از باورها و وقایعی که بین مردم محلی درباره قلعه جنی کیش رایجه مربوط به 4 سربازی میشه که باید شب رو تا صبح در پاسگاه کشیک میدادن. صبح روز بعد وقتی که کارکنان وارد پاسگاه شدن، صحنه عجیب دیدن که هرگز انتظارش رو نداشتن. معلوم نبود شب گذشته چه اتفاقی برای سربازان افتاده بود که هر 4 نفر با بدنی سرد و چهره‌های به‌زده و سیاه بر روی زمین افتاده و مرده بودند. به همین دلیل مسئولان پاسگاه به بهانه قدیمی بودن پاسگاه را ترک کردند. شماره 3 کویر ریگجن. مثلث برمودای ایران. اسرارآمیزترین و ترسناکترین منطقه ایران. ریگجن یا مثلث برمودای ایران شگفت‌انگیزترین، اسرارآمیزترین و ترسناکترین منطقه ایرانه که باطلاق‌های وحشتناک داره که مرگ رو برای هر موجود زنده‌ای به ارمغان میآوره. کویر ریگجن وسعتی به مساحت 3800 کیلومتر مربع داره و در جنوب غربی و غرب دشت کویر جنوب سمنان قرار گرفته. هیچ گونه چشمه یا چاه آبی در این منطقه وجود نداره. نبود منابع آب در گستره ریگجن به همراه موانع طبیعی از جمله باد، باتلاق‌های ماسه‌ای و تپه‌های ماسه‌ای مرتفع عواملیه که این منطقه رو در طول قرن‌ها از دسترسی انسان دور نگه داشته. این منطقه پوشش گیاهی و جانوری نداره. تاکنون گزارشی در مورد حیواناتی که احتمال داره در اینجا زندگی کنن ارائه نشده. شنزارهای گسترده این منطقه و باطلاق‌های اون هر انسانی رو به وحشت میندازه.
اگه کسی بدون تجهیزات لازم به این منطقه سفر کنه، گرفتار گل و لجن‌های بیابان میشه. قدیمی‌ها معتقد بودن این سرزمین نفرین شده و پایگاه شیطان‌ها و ارواح پلیده. مردم که در اطراف این کویر زندگی میکنن بر همین باورن که اگه کسی پاش به ریگجن برسه، ناپدید و از سوی ارواح و موجودات ماورایی به ریگجن فرستاده میشه. یکی از کاوشگران میگه که شتر اهالی کویر که به این منطقه میرسن می ایستن و حرکت نمی کنن. هرچند که طلسم مثلث برمودای ایران 10 سال پیش شکست و علی پارسا ماجراجوی ایرانی پس از چند بار تلاش ناکام بالاخره تونست از این کویر وحشتناک بگذره. تماشا و کاوش در این منطقه میتونه مورد علاقه کاوشگران باشه که هدفشون از سفر چیزی به جز تفریح نیست. شماره 4، تالاب ارواح. این بار میخوایم از دریاچه‌ای بگیم که در 12 کیلومتری شهر نوشهر قرار داره و به خاطر گذشته‌های دور اسم عجیب و غریبی و شاید کمی ترسناک به خود اختصاص داده. اگه دلتون برای هیجان و ماجراجویی تنگ شده، بهتره تا با یک وسیله نقلیه مطمئن بال و بندیر سفرتون رو ببندین و به این آدرس حرکت کنین. در 5 کیلومتری شمال روستای چلندر از توابع نوشهر، دریاچه‌ای در میان جنگه البوح پهن‌بر در منطقه ملاکلا قرار داره که طول دریاچه در حدود 700 متر و عرض اون 300 متره. در درون دریاچه درختان خشک شده‌ای قرار دارن که منظره جالبی رو ایجاد کردن. این دریاچه بیشتر اوقات مه گرفته است که بین درخت‌های جنگل خودش رو پنهان کرده و راه دسترسی به اون هم سخته و هم خطرناک. هرچند که تو مسیر رسیدن به دریاچه خطر از گذر از جنگل و احتمال مواجهه با حیوانات وحشی وجود داره، اما افراد بسیاری به اینجا اومدن. ترکیب درختان مرده و مهی که بیشتر اوقات روی دریاچه رو گرفته با صدای حیوانات وحشی منطقه همگی باعث شده تا لقب دریاچه ارواح رو به خودش اختصاص بده. شماره 5، کلبه وحشت. منطقه 7 دقنان در روستای صومعه سرا یکی از ترسناکترین مکانهای شمال ایرانه. این منطقه با جنگل‌های اسرارآمیز، کلبه‌های متروکه و رازهای بی‌پایان تبدیل به یک مقصد غیرقابل انکار برای ماجراجویان و گردشگران شده. با این حال بومیان و محلی‌ها از این منطقه احترام می‌ذارن و توصیه می‌کنن که در شب‌های تاریک از ورود به این منطقه خودداری کنید. باورها و افسانه‌های مربوط به این منطقه بسیاری از بازدید کنندگان رو ترسونده. افسانه محلی میگه که اگه تونستین یک شب در کلبه مرموزی که در قسمت شرقی این منطقه قرار داره بمونید، ارواح شما رو ثروتمند خواهند کرد. 4 سال بعد 3 دختر دانشجو به طور مخفیانه وارد خونه میشن که 2 روز بعد مردم یکی از دخترها رو در 300 متری خونه و در جنگل پیدا میکنن و در پشت درخت قایم شده. از ترس به خودش میلرزیده. پس از شکستن پلم توسط مردم، جسد 2 دختر دیگه پیدا شده که علت مرگ اونها سکته و مرگ آنی بوده. دختری که زنده مونده در جنگل پیدا شده بوده 4 روز بعد خودکشی میکنه. بعد این ماجرا اطراف خانه تخلیه و توسط پلیس از راه دور کنترل میشه و هیچ کس حق نزدیک شدن به این خونه رو نداره. به نظر شما کدوم مکان ترسناکتر بود؟ آیا حاضر هستین به این مکان‌ها سر بزنین؟ نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسین که خیلی واسمون ارزشمنده. ممنون که تا انتها همراه ما بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین.